بزرگا بهوده نمیگن که نمک در کامها شیرینتر از شهد و شکر گردد، جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. پدر از شوق دل در خوردی دستی پسر گیرد، با امیدی که در پیری پسر دستی پدر گیرد. این گپا رو بهوده گفتگی نیست. این برادران عزیز، یک برادر داریم خود فرخار بگیم. انا فرخار میگه اکا همین زن ما مقصد زن گرفتم تو آوردی به همین ماشینت، بیا که بچه‌م هم تو برو. نه شکر خدا برادرها هستن که حاضر به بخوابیدم. ای انا دیگه بخواب. انا این بازی چکار رو گنده گلام بگیریم. این گلام که ببر دست اکی ببینه گلام دیدن گلام ببر دست اکی سمندر تو مالی انا دوستای عزیز، ما در فرخار حضور داریم. مقصد گپم در چیه، برای چی گپا رو ما گفتم که خیلی شکر خدا زندگی دوام داره. همین خیلی زندگی کار و بار زن میگیری، فرزنددار میشی، همین زندگی چخری و پستی و بلندی ها داره، رفتن میگیری. یک برادر دارم خود قرغان تپه که نامش نمیگیرم، سال 2001 آخرش توی خچه گذروندیم، سال 2020 توی بچه گذروندیم، 2021 توی نبیرش گذروندیم، با خدمت توی نبیرش گذروندیم. اینا که ان شاء الله میگم بچه‌ام تست کنم، شما میگه توی همین نویرم هم خودت میگذرونم. این برادرها خرسندی رو ببینید. خدا که همه تا بنا میروزا برسونه، دعا میکنیم که خداوند بزرگ هممون بنا میروزای نیک فرزنددار شیم، فرزندان سالم و صالحه بتیمون خداوند هممون دا نامبردار ملت باشن، نامبردار وطن باشن. میگه وطن دوست داشتن یکی گوشه ایمانه. البته که باید وطن دوست بداریم. کسی که وطن دوست نمیداره او را بدون اینکه به ایمان است. وطن دوست داشتن یک گوشه ایمان. میگه حفظ جان واجب است و حفظ وطن واجب تر. باید اول جان بعد وطن دوست داشتن کن. یک کمانی داشته میگه خیلی که نینک چشت احتیاط میکنی، نینک چشت احتیاط میکنی، انا باید وطن منم خیلی احتیاط کنی. مثل نینک چشم وطنم احتیاط کنی. سربلند خون آباد باشین. خداوند بزرگ فرزندان سالم و صالح تو کنتون همه وقت سربلند و خون آباد باشین. الله خدا نگهبان. دوستان عزیز، شرکت محیدین، آدرس مترو ودنی استادیوم. کسانی که میخوان که گرانیت بگذارن، مرامت در همین رقم زنگ زنن.